سلام، به کانال من خوش اومدین. من فرشاد هستم و یک سال به دبی مهاجرت کردم. تو این کانال قرار تجربه خودم از هزینه‌های زندگی و کارم تو دبی در اختیارتون قرار بدم. از خوشحال میشم که دنبالم کنید. خب، اول از همه میخوام راجع به گرفتن اقامت امارات بهتون توضیح بدم. کلا به 3 روش میشه تو امارات اقامت گرفت: 1 خرید ملک، 2 ثبت شرکت و 3 گرفتن ویزای کار که این مورد برای ایرانی‌ها امکان پذیر نیست. خیلی موارد به ندرت بوده که شرکت‌های خاص تونستن برای یک ایرانی که تو پاسپورت ایرانی اقدام کرده ویزای کار بگیرن. ما به اون روش فعلا کاری نداریم. 2 روش دیگه میمونه: 1 خرید ملک، 2 ثبت شرکت که خودش خرید ملک به 2 روش باز انجام میشه، به 2 قسمت تقسیم بندی میشه. در اصل اینجوری بگم بهتره بهتون: اگر ملکی که شما خریداری میکنید ارزشش 750,000 درهم به بالا باشه، اقامت 2 ساله امارات رو شما میتونید مادامی که اون ملک به نامتون هست داشته باشید برای خودتون و افراد تحت تکفلتون شامل همسر و فرزندان. و اگر ارزش ملکتون بالای 2 میلیون درهم باشه، اقامت گلدن ویزای 10 ساله امارات رو میتونید داشته باشید که خب خیلی بهتر و خیلی ارزشمندتر هستش. روش بعدیمون گرفتن اقامت از طریق ثبت شرکت هستش که بستگی داره که اینکه شما بخواید چه کاری اینجا راه بندازین، چه بیزنسی رو بخواید راه بندازین. تمامی اقامت‌ها 2 ساله هست. شما یک جواز رو ثبت می‌کنین به نام خودتون که از شما دارید اونر یک کمپانی میشید اینجا. بعداً میتونید روی اون جواز اقدام کنین برای گرفتن اقامت. حالا الان به خاطر اینکه این لایسنس ها قیمتاش خیلی معقول‌تر هست، خیلی اومدن به صورت سوری این لایسنس رو ثبت کردن و اقامت گرفتن، ولی وقتی بعد از 2 سال میخوان اقامتشون رو تمدید کنن، دولت از اینها ارائه مدارکی میخواد مثل تراکنش حساب شرکتی. به خاطر همین هم که نمیتونن این مدارک رو ارائه بدن، لایسنسشون بلاک میشه و قابل تمدید کردن نیست. یک مسئله دیگه این که کلا هر دو این روش اقامت گرفتن، چه از طریق خرید ملک باشه چه از طریق ثبت شرکت، شما اجازه کار کردن برای شخص ثالث رو ندارید. یعنی شما نمیتونید کارمند کسی باشید، چون این ویزاهای سرمایه‌گذاری هستن در اصل. ولی چون ایرانی‌ها اکثرا شرایطشون مثل همه و میدونن همه به چه صورته، ایرانیایی که اینجا با ثبت شرکت سوری اومدن معمولا تو کمپانی‌های ایرانیای دیگه به صورت قراردادهایی که صرفا بین خودشون رد و بدل میشه کار میکنن که در اصل غیر قانونی هستش و نمیتونن کارت لیبل یا اجازه کار رسمی قانونی داشته باشن. حالا معایبش چیه؟ شما وقتی لیبل کارت نداشته باشید، هر بانکی نمیتونید حساب باز کنید، کردیت اسکور پایینی داری، از یه سری خدمات شهروندایی که لیبل کارت دارن مثل گرفتن وام، مثل گرفتن خونه اقساطی بهره مند نیستید. خب این یه توضیحات مختصری بودش راجع به گرفتن اقامت دبی. حالا جلوتر که بریم بیشتر بهتون اطلاعات میدم، بهتون میگم که چجوری کار پیدا کردم، کجا دارم کار میکنم و اینکه 100% هم متوجه شدیم که تو این ویدیویی که من گرفتم 3 تا لوکیشن مختلف داشتم. بهتون میگم که حالا کارم چیه که 3 تا لوکیشن مختلف داشتم. اینجایی که هستم مثلا کجا سلام، اونا که دبی زیاد اومدن البته باید اینجا رو بشناسن، ولی حالا ریزشو براتون باز میکنم. حتما منو سابسکرایب کنین، ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. چیزای جالب میخوام راجع به دبی بهتون بگم.